خودرو T9 و KMC T9 آوردیم به گاراژ گروه زیست برای عوض کردن کمک و زیربندی فابریکش با کمک و کیت زیربندی پروفندر 35 میلیمتری 4 کلیک که تو 4 مرحله قابل تنظیم هست و حالا مراحل این از مشخصاتش و بعد از اینم که از خود نتیجه کار رو هم فیلم میگیرم و توضیح میدم. اینم کمک های توین تیوب 35 میلیمتری پروفندر 4 حالت قابل تنظیم، 4 تا کمک، 2 تا فنر و یه دونه ادلیف. فنر و کمک های خودش سسنده میشه اینجا باز میشه میره داخل کارتون و این کمک ها با این فنر ها نصف بشه جلوی خودرو فنر خودرو هم که کمک ها عوض میشه یه ادلیف هم یه فنر شمش سوار میشه. اینم پیچ اجاستش هست که تنظیم میکنه. بعد از اینکه نصب تموم شد توضیح میده، اونم ویدیوشو میگیرم. 2.5 اینچ هم ارتفاع ماشین رو میبره بالا، تقریبا 5 سانت. همون قسمت سیلی زیر ماشین هست تربیت شده. این قسمت هم سیلی بوکسی که باز راحت شده که روغن میزنه که جیر جیر صدا بده. زنگ نمیزنه، صدا هم نمیده.
کمک و فنر جلو که نصب شد. کار نصب کیت پروفندر 4 حالته تموم شد. روی T9 قابل تنظیم هست. این کیت تعلیق کمک و فنر جلو عوض شد. ادلیف اضافه شد به فنر شمش عقب. کمک عقب عوض شد که این هم قابل تنظیم هست در 4 حالت.